شنوندگان و پخش مستقیم یک سرود در اجرای یلدوز عثمانова شعر لایق شرله. فکر میکنم سرود را آماده میکنیم چون اینجا یک سرود دیگری درخواستی است. جمال استمов درخواست کرده است عزیزان. Я встретил девушку را میگوید که پخش کنیم. این سرود را پخش میکنیم نیز یک جا میشنویم عزیزان. Я встретил девушку. این سرود را هممون میدونیم. Девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Dil por acá, te dinigo, aclamro tú, jolisi yo. Dil por acá, te dinigo. Свет пройду, но найду я любовь. На щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне. Покой взяла. ادامه میدهیم برنامه مستقیم ما و شما را روی موج رادیو موجر، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب طریق آنلاین نواره ما را هم تماشا کرده می توانید و هم شنیده عزیزان. الحال ساعت در مسکو 15:13 است. امروز 17 ینوری 2020 سال است. عزیزان دل، از فرصت استفاده می برم یک چیز رو به سهمتان می رسونم. شما این بگو ساعت 18:00 به وقت مسکو برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می گردد با پخش مستقیم و با همین شماره های استودیو مرکزی رادیو موجر زنگ میزنید و سوالهای خود را پیشنهاد میکنید و جواب خود را مستقیما از خود حقوق شناسان میشنوید. ساعت پخش برنامه حقوق شما مستقیما ساعت 18:00 به وقت مسکو آغاز میگردد و تا ساعت 19 دوام میکند، یعنی که وقت جدا گردیده به برنامه 1 ساعت است. فرصت را غنیمت شمارید و ساعت 18 تا ساعت 19 زنگ بزنید، سوالهای خود را پیشنهاد کنید به حقوق شناسان و جوابهای مشخص را گیرید. تلفن ها برای تماس 8967 111 56 46 8965 151 014 همین دو شماره استودیو مرکزی رادیو موجر است و هر لحظه می توانید زنگ بزنید. در وقت برنامه حقوق شما نیز می توانید مستقیما زنگ بزنید و سوالهای خود را وابسته به حقوق پیشنهاد کنید و از خود حقوق شناسان ساحه مهاجرت جوابهای مشخص را گیرید. اینجا نگین نبیه گفتند یک سرود از یلدوز عثمانова شعر لایق شرله. سرودی تنها منم رو پخش میکنیم عزیزان و میشنویم یک جا.
منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو تنها منم تنها منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو تنها منم فشان یخجان فشان بر موی افشانت شوم دریا مجو دریا منم دنیا مجو دنیا منم دریا مجو دریا منم دنیا مجو دنیا منم یار دلی تنهای تو تنها منم تنها منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو تنها منم تنها منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو تنها منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو تنها منم تنها منم تنها منم تنها منم یار دلی تنهای تو تنها منم عزیزان دل بار دیگر درود میگم به نفرانی که تازه به برنامه ما پیوستن. خاطر رسان میکنم که ما و شماست مستقیما روی موج رادیو موجر. و دوستان عزیز فرصتی اون رسیده است که بعد از 2 سرود بخش سوال جواب رو شروع کنیم. به همین خاطر عزیزان آماده باشید نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند به قول انمون شوخی آمیز کتاب‌های خود رو ورق بزنید. آماده باشید دوستان عزیز. مبلغ امروزینه بخش سوال جواب 2000 روبل روسی است و نفرانی که غالب بخش سوال جواب میبرایند میتونند که مکافات پولی را نصیبشان گردد. فراموش نکنید چون بخش سوال جواب نیز هست امروز و بعد از 2 سرود شروع میکنیم. الحال سرود رو میمونم. بعد از این 1 سرود دیگر رو یعنی که بعد از 2 سرود بخش سوال و جواب است. زینورا خانپلاد و مبارک باشید به همه شما. زنده باشید. خوش آمدید. خوش آمدید زینورا جان. آباد باشید. زندگی طوفانی سر زندگی
آخر چرایم جدا او بی وفاست یک ناسزاست او را کن از دل ببر امید نو پرور به دل بر زندگی خوش نگر من چو یک برگ خزان در فضایم پریشان زندگانی همه سوزی هجران تو مگو حرف ناسزا مگو تو مگو آنچه ناروا مگو هرچی بود آن حواله بینما به خدا تو نگر زندگی یک رنگ نیست به دل مکمل آهنگ نیست وقتی خود تو طلب بینما تو از خدا او رفته و در این نفس مرده بده صد هوس آمد بطن این قلب من گویا باشم در قفس تو فکر او دور کن ز سر او را از یادت ببر این زندگی آغاز کن تو بهر خود از دیگر قسمتی تلخ نصیبم چون برفت آن حبیبم زندگانی نمودی غریبم تو مگو حرف ناسزا مگو تو مگو آنچه ناروا مگو هرچی بود آن حواله بینما به خدا تو نگر زندگی یک رنگ نیست به دل مکمل آهنگ نیست وقتی خود تو طلب بینما تو از خدا را ادامه میدیم و چنانه گفتم نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند آماده باشه دوستان من و بعد از یک سرودی که الحال پخش میکنم بخش سوال جواب را شروع میکنیم. سرود صدرالدین نجمی‌دین رو میشنویم. ما چه قصاری بکنم گله گذاری بکنم ما چه قصاری بکنم گله گذاری بکنم نگو نمیشه که با تو یاری بکنم نگو نمیشه که با تو یاری بکنم بگو تو هم دل دادایی مثل من هم تو عاشقی بگو تو هم دل دادایی مثل من هم تو عاشقی بگو نمیشه از تو جدایی بکنم بگو نمیشه از تو جدایی بکنم بیا کم کن قصه جدایی مثل بابا لبهات حرفی آشنایی مثل بابا لبهات حرفی آشنایی فرشته وفا بکن باور مرا بدون تنها توی حل معما توی تو خواهشم همه آرامشم میخوام آهسته شب صاحب دل ما میخوام آهسته شب صاحب دل ما غصه های دلم
دلم پیش تو خالی بکنم. بیا بیا کم کن قصه جدایی، قصه جدایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی، حرفی آشنایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی، حرفی آشنایی. ما چه قزاری بکنم دل گذاری بکنم، ما چه قزاری بکنم دل گذاری بکنم. نگو نمیشه نگو نمیشه که با تو یاری بکنم، بگو نمیشه بگو نمیشه از تو جدایی بکنم. بیا بیا کم کن قصه جدایی، قصه جدایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی، حرفی آشنایی نزه بابا لبهات حرفی آشنایی، حرفی آشنایی. خب خسته نباشید شنوندگان عزیز، اینجا استودیوی مرکزی رادیوی موجیر است. ساعت در مسکو 15:28 دقیقه است و من آماده هستم بخش سوال و جواب رو با شما شروع کنم. هر نفری که میخواهد در بخش سوال و جواب شرکت کند میتوانند مستقیما زنگ بزنند و یعنی که من به شما سوال‌ها را پیشنهاد میکنم و شما جواب میگردونید. بخش را تکرار میکنم. قاعده بخش رو برای شنونده، برای نفری که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند 3 سوال پیشنهاد میگردد عزیزان و خب 3 سوال پیشنهاد میگردد و برای جواب گردانیدنش در عموم به هر یک سوال 30 ثانیه وقت جدا میگردد و در دایره 30 ثانیه به 3 سوال به یک سوال ما جواب میگردونید. به 3 سوال به هر یکمش 30 ثانیه جدا میگردد و وقتی که به 3 سوال جواب گردونید مبلغ برد کرده شما 300 روبل می شود. می توانید که مبلغ را گیرید و از ادامه بخش سوال و جواب دست کشید دوستان. لیکن اگر خواهشتان باشد می توانید بخش سوال و جواب را ادامه دهید و مبلغ شما 2000 روبل می شود به شرط آنه که شما به سوال 4 ما جواب گردونید. به خاطر چه خاطر 2000 روبل که خب اینجا زنگ است میشنویم یک جا. الو سلام علیکم. علیکم سلام، خسته نباشید. خب در پخش مستقیم قرار دارد. بخش سوال جواب شروع شده است. خود را برای شنوندگان معرفی میکردید. شادان خواهش میکردم کمی بلندتر صحبت کنید. شادان آماده باشید. اگر قاعده های بخش را میدونید شما چندین مرتبه شرکت کرده اید و من به شما سوال یکم را پیشنهاد میکنم. 30 ثانیه وقت شده میکنم. راضی هستید که من قاعده های بخش را نگفته سوال را پیشنهاد کنم؟ بله راضی هستم. خب اگر آماده باشید من سوال را پیشنهاد میکنم. اولین کسی که دیوان حافظ را مرتب ساخت کیست؟ وقت جدا شد ویژگی‌هایش را الحال میگم. بعد از سر حافظ 100 سال بعد از سر حافظ اولین نفری که دیوان حافظ رو با یک ویژگی خاص مرتب ساخت کیست؟ یعنی که غزل‌های حافظ رو ویژگی خاصش همین که از روی الفبet به ترتیب در آورد نفر. 100 سال بعد از سر حافظ یک ادیب است. وقت رفته ایستاده است. 10 ثانیه دیگر، 8 ثانیه دیگر. خب شادان وقت رو باز می‌دارم. وقت رسید. سوال رو تکرار میکنم. اولین کسی که دیوان حافظ رو مرتب ساخت کیست؟ یعنی که بعد از 100 سال سر حافظ اولین نفری که غزل‌های حافظ رو با یک ویژگی خاص از روی الفبet به
مرتب ساخت. کیستی نفر؟ شادان جواب شما. واریانت ندارد. واریان ندارد. واریان ندارد. واریانت نداشته باشد نباشد. راست دیگه به این سوال جواب ندارم. تشکر برای زنگتان. از آنه که ما را همراهی میکنید جهانی سپاس. دوستان عزیز به سوالی ما عموما جواب ندادند و گفتند جواب ندارند به این سوال. سوال است که حداقل باید یک نفر جواب دهد. خب عزیزان دل ادامه میدهیم بخش سوال و جواب رو. نفرانی که میخواهند در بخش سوال و جواب شرکت کنند مکافات پولی امروزینه بخش سوال و جواب نصیب شماست. میتوانید که زنگ بزنید و مبلغ را برد کنید. اینجا 4154 نویسنده است. سلام علیکم. امروز در برنامه شما یگان حقوق شناس اشتراک میکند. یک چند سوال دارم اگر امکانیت باشد با سوال جواب میگفتند حقوق شناسان. بار دیگر خاطر رسان میکنم عزیزان شام امروز ساعت 18:00 تا ساعت 19:00 پخش مستحکم برنامه حقوق شما آغاز میگردد. یعنی که برنامه نام دارد حقوق شما وش پراوا. همین گونه نامگذاری شده است برنامه و در این برنامه حقوق شناسان یعنی که اگر به زبان روسی گوییم یوریستا حقوق شناسان شرکت میکنند و به سوالهای شما مشخصا در پخش مستقیم جواب میگویند. میتوانید که زنگ بزنید ساعت 18 شام امروز. هر روز جمعه ساعت 18 این برنامه جریان میگیرد مستقیما. اینجا زنگ است 7801 زنگ میزند میشنویم. الو سلام علیکم. روزتون بخیر و شادی. پخش مستقیم است. بخش سوال و جواب شما را گوش میکنیم. خود را معرفی میکردید. فیض‌الدین خوش آمدید به بخش سوال و جواب. خسته نباشید. روزتون پرفیض و با برکت باشد و در بخش سوال جواب شرکت کردید. من شما را الکی شناختم. اگر خواهشتان باشد من قاعده ها را بار دیگر تکرار میکنم. اگر نه ادامه میدیم. خب قاعده ها را که دانید اگر سوال برای چی؟ برای بهت مشکله. یک چیزی هست که باید ادبیات رو میخوندید در وقتش. آن همون یک چیزی هست که باید نقض ادبیات رو میخوندید در صنف نهم مخصوصا. خب به هر حال ادامه میدهیم. سوال رو من پیشنهاد میکنم. خب دومین شهر کلانترین دنیا از روی اهالیش. در این سوال من به شما وقت شد میکنم. 5 واریانت رو نامبر میکنم. دومین شهر کلانترین دنیا از روی اهالیش. یکم نیویورک، دوم مسکو، سوم پکین، چهارم شانگهای، پنجم کراچی. یکم نیویورک، دوم مسکو، سوم پکین، چهارم شانگهای، پنجم کراچی. جواب شما. من سوال رو بار دیگر تکرار میکنم. دومین شهر کلانترین دنیا کدام است از روی اهالیش؟ یکم نیویورک، دوم مسکو، سوم پکین، چهارم شانگهای، پنجم کراچی. نیویورک. نفهمیدم. نیویورک. بله. واریانت یکم. واریانت رو تغییر نمیدهید؟ نه. مطمئنید؟ بله. جواب شما نادرست است. سلامت باشید عزیزان دل. خب باشد اگر نفر دیگر میتوانند زنگ بزنند و من آماده هستم که سوال و جواب را با نفران پیش ببرم. عزیزان دل سوالهایی که میدهم جوابهایش رو شما باید شنیده دیدید خوندید. به همین خاطر این سوال رو پیشنهاد میکنم. سوالهایی که با عبارتی که از تراشیده از بم رو من پیشنهاد نمیکنم و امیدوار هستم که نفر پیدا می شود و به این سوال ها جواب می گرداند. ما ادامه می دهیم صحبت را در بخش سوال و جواب دوستان و نفری که می خواهد شرکت کنه در بخش سوال و جواب مرحمت زنگ بزنند.
اینجا شنوندگان ما جواب گردانیده ایستادند. بانو تاج در کامنت فیسبوک جواب گردانیده است. خواهش میکنم اگر که جوابی دارید مستقیما زنگ بزنید، چون عزیزان یک قاعده است که در بخش سوال و جواب جوابهایی که در کامنت فیسبوک نوشته می شود، جواب ها با شرط اگر اینکه درست هم باشند ما جوابی درست قبول کرده نمی توانیم و باید که مستقیما زنگ بزنید. یک شماره است با مثبت 992 از تاجیکستان زنگ میزند. 0233 است چهار رقم آخری تلفنشان. الو سلام علیکم، روزتون بخیر و شادی. در پخش مستقیم برنامه ما و شما قرار دارید. بخش سوال و جواب است. خود رو معرفی میکردید. گنجینه بانو، روزتون بخیر و شادی باشد و میخواید در بخش سوال و جواب شرکت کنید. یگان مراتب در بخش سوال و جواب شما شرکت کرده اید؟ خواهش میکنم صدایتون نیست، بلندتر صحبت کنید. میشنوید من؟ خب قاعده های بخش را تکرار کنم یا اینکه میدونید؟ خب اگر که دانید آماده باشید. اگر آماده باشید من به شما سوال نوبتی را پیشنهاد میکنم. در این سوال من به شما 30 ثانیه وقت جدا میکنم. بعد از 30 ثانیه جواب میگردونید به سوال. آماده باشید. جمهوری تاجیکستان کی اعضای سازمان ملل متحد گردید؟ وقت رفت. فکر کنید. جمهوری تاجیکستان کی اعضای سازمان ملل متحد گردید؟ بله میشنوید مرا؟ وقت دارید شما 20 ثانیه تان رفت، 10 ثانیه دیگر وقت دارید. جمهوری تاجیکستان کی اعضای سازمان ملل متحد گردید؟ کسی دیگر زنگ میزند؟ خب وقت را باز میدارم. وقت به انجام رسید. جواب شما. شما جواب را تغییر نمیدید. مطمئن هستید؟ جواب شما دوم مارس سال 1992. شاید غلط باشد. خب ببینید که گوگل نیست، کم کم خطاگی ها میکند. با امید گوگل شدن لازم نیست. قبول میکنم جواب شما رو گنجینه بانو. میبینیم جواب شما. میدونید که جواب شما درست است. ناراحت نشوید. جواب شما درست است. خب میگذاریم به سوال دوم. امیدوار هستم که مبلغ 2000 روبل رو امروز شما برد میکنید. خب گنجینه بانو، سوال دیگر رو به شما پیشنهاد میکنم. در این سوال نیز به شما 30 ثانیه وقت جدا میکنم. فکر کنید. سازمان ملل متحد کدام سال به فعالیت رسما شروع کرد؟ وقت رفت. سازمان ملل متحد کدام سال به فعالیت شروع کرد رسما؟ سنه و ماه و روزش. کدام سال، کدام سنه، کدام روز؟ سازمان ملل متحد کدام سال به فعالیت شروع کرد؟ 20 دقیقه وقت شما رفت و 10 دقیقه دیگر مانده است. الکی 5 دقیقه دیگر ماند. فکر کنید. سراسیمه نشوید تا به آخر وقت رو نگاه میکنیم. الکی وقت به انجام رسید. من وقت رو باز میدارم. انا اکنون جواب گردونید که سازمان ملل متحد کی به فعالیت شروع کرد؟
خواهش میکنم به نوبت صحبت کنید، به نوبت صحبت کنید دخترها، به نوبت صحبت کنید و جنگ نشود، جنجال شود. من شما را گوش دارم. خب سوال این گونه است، بار دیگر تکرار میکنم، سازمان ملل متحد کدام سال با فعالیت شروع کرد دختران شوخ؟ خب اخیران جوابی که از جانب شما پیشنهاد می شود من قبول میکنم، اخیران جواب رو. خب من را گوش میکنید گنجینه بانو؟ اخیران جواب شما. بار دیگر تکرار کنید. متاسفانه جواب شما نادرست است. این یکم ینوری سال 1942 نیست، عموما این گونه نیست و سوال کلا غلط بود. خب برای زنگتان تشکر، سلامت باشید. خب شنوندگان عزیز شنیدید چگونه دختران جسور غیور چی گفتند؟ گوش کنید مرا گفتند چگونه با یگان لفظ شیرین خودشون. باور کنید من هیچ غضبم نیامد، لیکن یک خنده هم آمد که چگونه یک به زبان شیرین گفتند. خب با گذشته صلوات میگویند، همین یک باره هست، ما نیز همین گونه میکنیم. نفر دیگر اگر در خط علاقه باشد من آماده هستم که گوش کنم عزیزان. خب وقت رفته است، آماده باشید. نفری که آماده هست زنگ بزند عزیزان. می توانیم که به شما سوال را پیشنهاد کنیم و جواب را از شما انتظار شویم، چون بخش سوال و جواب است اینجا و مکافات پولی دارد. اگر باشد دختران و پسران شوخ دیگر، پیر و جوان دیگر که در بخش سوال و جواب شرکت کردن میخواهد زنگ بزنند. من آماده هستم الحال و میتوانم زنگ شما را قبول کنم. اینجا زنگ است 0233 باز از نو زنگ میزند، نمیدانم چرا. الو سلام علیکم بار دیگر. علیکم سلام. خواهش میکنم صدای رادیو رو پستر کنید و میشنوید مرا. میخوام در این برنامه من اشتراک کنم. در کدام برنامه؟ در برنامه سوال و جواب. خب گروه دانشجویان عزیز از شما خواهش میکنم که در اودیتوریا ششتت صدا رو بلندتر نکنید و آرام باشید، به یک نفر سخن بگویید. خب آماده باشید. اگر من به شما سوال رو پیشنهاد میکنم، شما از کدام دانشگاه زنگ میزنید؟ از شهر کلاب هستم، دانشجوی کورس دوم. در کدام دانشگاه؟ در دانشگاه دولتی عبدالله رودکی. دانشگاه دولتی عبدالله رودکی این گونه دانشگاه نداریم ما. دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی است، نامش این گونه است. خب خواهش میکردم نام دانشگاه را درست‌تر گیرید. و اگر آماده باشید بخش سوال جواب را شروع میکنیم. با شما اسمتان را میگفتید؟ امینما. خواهر عزیز خب آماده باشید، سوال رو من به شما پیشنهاد میکنم و سوال این گونه است، آماده باشید. میشنوید مرا؟ من نام 4 نفر را میگیرم. این 4 نفر سابق پرزیدنتون ایالات متحده امریکاست. همین 4 نفر. فقط شما معین میکنید که از این 4 نفر کدامش پیش از به وظیفه پرزیدنت انتخاب شدنش، پیش از به سیاست دست زدنش، یک نفر حجب نگار بودند، یک روزنامه نگار بودند، یک کارمند
театру кино буданд. Яъне ки ана ҳамин 4 нафар, як нафараш пеш аз ба фаъолияти сиёсӣ даст заданашон, фаъолияти сиёсӣ шурӯъ карданашон корманди телевизион, радио, ҳаҷвнигор буданд. Якум Ҷимми Картер, дуюм Ҷорҷ Буши Калонӣ, сеюм Роналд Уилсон Рейган, чорум Билл Клинтон. Такрор мекунам. Якум Ҷимми Картер, дуюм Ҷорҷ Буши Калонӣ, сеюм Роналд Уилсон Рейган, чорум Билл Клинтон. 30 сония вақт рафта истодааст ва ман вақтро алҳол пахш кардам. Фикр кунед. ва саросима нашавед. Ба ҳар ҳол ман ҷавобро алҳол қабул намекунам. Фикр кунед. 15 сония дигар вақт доред. Саросима нашавед. Ба гуфтаи дугонаҳо гӯш надиҳед. Фикри худро мустаҳкам гиред ва каме фикр кунед. خب 30 ثانیه شد. وقت رو باز می‌دارم. بار دیگر واریانت‌ها رو تکرار می‌کنم. یکم جیمی کارتر، دوم جورج بوش کلونی، سوم رونالد ویلسون ریگان، چهارم بیل کلینتون. کدام از این سابق پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا پیش از اون که با فعالیت سیاسی شروع کند کارمند تلویزیون، رادیو و کارمند تئاتر بودند، یعنی که هجونیگار بودند. خب واریانت شما، واریانت انتخابی شما جورج بوش کلونی. بله. تغییر نمیدید فکر رو. امین اما شاید غلط باشد. شاید غلط باشد. خب بیایید همین جواب رو قبول دارید. خب من جواب شما رو قبول میکنم، لیکن متاسفانه جواب شما نادرست است و روید از استادان پرسید. از استادان پرسید که کدام سابق پرزیدنت امریکا پیش از پرزیدنت شدنش هجونیگار بود. این سوال رو از استادانتان کنید و امیدوار هستم که جواب درست رو دریافت میکنید. نفهمیدم. سلامت باشید. خب عزیزان دل، اینجا دختران شوخ زنگ زدند، گفتند از دانشگاه دولتی کولا به نام استاد ابو عبدالله رودکی زنگ میزنند و دانشجوی کورس دوم هستند، خواستند در بخش سوال و جواب شرکت کنند. از کلاب باستانی زنگ زدند، خود از داخل دانشگاه زنگ زدند، ولی متاسفانه به سوال یکم جواب نادرست گفتند. پیش از این باز همین گروه دانشجویان باز دوگانه‌های دیگر زنگ زده بودند ولیکن جواب را غلط گفتند. خب من به کامنت ها نظر میکنم. در اینجا کامنت ها که کسی چیزی نوشته شده است. خب مهیره شفیع و نویسنده است. انا همه جنگ داختید سامان جان گفته است. باز نویسنده است. ناصر خسرو. بانوتاج نویسنده است. دختران شوخ. بله دختران شوخ دانشجویان خون جوانی میگویند، این رو شور جوانی میگویند، خون جوانی میگویند. با هر باره باکی نیست. مردم کلاب شهر باستانی بودند زنگ زدند. و عزیزان دل، شما نیز میتوانید اگر دانشجویید، نمیدانم خواننده اید، نفقه خور هستید، کارمند هستید، پیر هستید، جوان هستید، همتون برای ما عزیز هستید. جواب هر یک شما رو من قبول میکنم. میتوانید زنگ بزنید و من آماده هستم که بخش سوال و جواب را با شما ادامه دهم. تا انجام برنامه 9 دقیقه دیگر مانده است. در 9 دقیقه کدام نفری که توانست زنگ بزند من آماده هستم صحبت رو ادامه دهم. برای این عزیزان میتوانید مستقیما زنگ بزنید. تلفن در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410
اینجا مسکو است، استودیوی مرکزی رادیو موجر عزیزان. رادیویی که پیوندگر دل هاست، رادیویی که سرشار از مهر است، محبت است، صمیمیت است، ترنم از وطن عزیز، از مهر و صداقت. دوستان عزیز، مکافات پولی امروزینه بخش سوال و جواب 2000 روبل روسی است و فراموش نکنید نفرانی که آماده هستند زنگ بزنید عزیزان. زنگ بزنید و صاحب مکافات پولی شوید. در اینجا سوال ها شوق و ورم هستند و نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کردن، من سوال ها پیشنهاد میکنم، شما جواب میگردونید و مکافات پولی رو میگیرید. پس سوال جواب میگردونید مبلغ 300 روبل رو برد میکنید، با سوال چهارم جواب گردونید مبلغ 2000 روبل روسی رو برد میکنید. عزیزان دل، برای آن فرصت رو غنیمت بگویند و زنگ بزنید. در برنامه های گذشته نیز نفران زیاد زنگ میزنند. هستند نفرانی که همین گونه نفرانی بودند، در حقیقت بودند که سوال رو پیشنهاد میکنه، در جایش حتی وقت جدا نکرده به سوال جواب میگردونند. این گونه نفران در تاریخ برنامه بودند، زیاد بودند، من یاد دارم، حتی اسمشون رو در خاطر دارم. 4501 زنگ میزند. این نفر رو من میشناسم، مهربان است. الو، سلام علیکم، روزتون بخیر و شادی باشد. مهربان، شما رو گوش میکنیم، پخش مستقیم است. علیکم سلام. من مهره از مسکو. علیکم، من شما رو معرفی کردم با شنوندگان. من خواستم یکم از پیشنهاد دارم سامانجا. مرحمت، قبول میکنم. چرانه؟ این پیشنهاد من اینجا در مسکو چند سال زندگی کرده ایستادم. فرزنده خود دارم، فرزنده مکتب خون، مکتبه اینجا میخوانم. خب همین مکتبه موبا یک 10 نفر توجیکا هم میخوانم از دیگه نویارنده لیکن یا توجیک هستم. من بشنا پیشنهاد میخواستم کنم که شما یکم برنامه برای همین کودکان هم تشکیل نکنید که مثلا همونای هم کمتر گوش کنم. یکم من رئیس کمیته یکی از فرزندان مکتب خب وقتی که میبینم که اینو چخیل اینجا پدر و مادر چخیل دستار میکنم، چخیل نه فرزندشون میبرن هر جا من دین من نبودم، برنامه من اشتراک نکردم. من بیبلیوتیک دولتی روسیه детская городская библиотека که در مترو اکتیابرسکی همونجا رفتگی بودم. 15 نفر طلبگان کردیم. خب جو بهترین جو برای فرزنده یک چیزا آموزن، یک چیزا فهمن. همین من میدونم که تاریخ و فرهنگ ما خیلی بود. من میخواهم که فرزنده مهم توجیکا همین چیزا از یادشان نبرارن. ما جبید شما یگون برنامه تشکیل میکنتون که همین کم فرزنده مهم همین چیزا کش شدن از تاریخ و از فرهنگ خودشان شناخته شده گردن. حتما من به هیئت مشاوره آن هیئتی است که تصمیم گیرنده است در رادیو و قرار دخلدار هیئت مشاوره قبول میکند. یعنی که من به هیئت مشاوره مسئله گذاری میکنم و پیشنهاد میکنم که بگذار برنامه های شوند که با زبان تاجیکی باشند. با زبان تاجیکی میخواهید یا با زبان روسی؟ حتما پیشنهاد میکنیم که اگر برنامه جالب برای سین سال خردسالان تو من تایید همه وقت فقط یک زن زند که اپا من با این چیز در کن من تایید شما رو پیمان کنم. چونکه من اینجا به کودکو که بسیار شنکنم من درس میکنم. کسانی که زبان روسی رو نمیدونن و یا به زبان روسی یاد میکنم. کل من همینجا به همه برای این وقت خالگی من بسیار که اینقدر راز یاده میشنم و اونودی شما بهترین به شما جهانی سپاس. خب حتما من سوال شما رو در هیئت مشاوره که در جلسه نوبتی هیئت مشاوره که در نزدیکی باید برگزار گردد روز دوشنبه مسئله گذاری میکنم. خب مسئله گذاری میکنم. حتما امروز میخواهید در بخش سوال جواب شرکت کنید؟ فکر کلابی شنوام بگم بومیدون نخوام حتی سوال کلاس کردن که اصلا شما بجور شده زنگ زنید راستم آزر. خب قبول. اگر
آماده باشید من یک سوال پیشنهاد میکنم 30 ثانیه به شما وقت میدم. در دوام 30 ثانیه به سوال ما خواهش میکنم جواب گردونید. سوال اگر ندانید هم خواهش میکنم یگان فکر کنید شاید که جوابش رو یابید. یک سوال بین‌نهایت عجیب است. بین‌نهایت عجیب است و بانو تاج نیز جواب این سوال رو انتظار است. سوال رو بینید. گوش کنید. الحال در روسیه، در تاجیکستان، در بسیاری کشورهای دولت در بسیاری کشورهای جهان سال 2020 است. سوال این گونه است: در کدام دولت الحال سال 109 است؟ سال 109 وقت رفت. بله سال 109 وقت رفت. فکر کنید در کدام دولت الحال سال 109 است. بین‌نهایت سوال شوق‌آور است و فکر уже گفتم گردن نمازه چون حجت فکرش نیست این خیلی یکونش یک سبی نه این گفت در نفس ایره خب وقت به انجام رسید. وقت رو باز میدارم گوش میکنم شما را. من میدونم که سامان جان یک سبی نه این سالی در نفس ایره بود. فهمیدم. من این رو میدونم لیکن سال شماری آنها از روی دیگر تقویم است و طبق تقویم آنها در آن دولت الحال سال رسما در آن دولت سال 109 است. یولیانسکی، گریگاریانسکی این سه تقسیمات هست و که من پروش مباحثی نومی دولت گفته جواب داده نمیتونم. همچه از روی تاریخ من گفته میتونم که دولت پلسطین 50 سال ممکن باشد پیش همچه دولت چی شده بود قبول کرده بود. خب قسم اسرائیل دیوار کرده بود جدا کرده دولت پلسطین اعلام کرده بودن همچه دولت اعلام کرده بودن. بطور وقت میگم وقت من نمیتونم. خب ماهره بانو به هر حال یک جواب شما را قبول میکنم. در کدام دولت الحال سال 109 است؟ هست دولت هست. دولت صاحب استقلال است، مستقل است، دولتی است که فعالیت دارد. رسما در آن دولت سال 109 است. خب اگر جواب نداشته باشید جواب دارید؟ هست. باور کنید هست. منم خودم حیران موندم لیکن این خیلی دولت هست. من این فکر میکنم که دولتی که نو تشکیل شده که ممکن در یگون پوستین نه ساخته باشند و نو تشکیل کرده. نه نو تشکیل نشده است. نه این جواب شما باید حتما گوید. این جواب رو من بعدتر میگم. یگان روز دیگر سوال رو پیشنهاد میکنم. اگر کسی نیافت بعد جواب رو خودم میگویم. چون به مثل انمون ماده 93 کنستیتوسیا که چند مرتبه تکرار کردم هیچ کس نیافت و بعد خودم مجبور شدم گفتم. این جواب رو نیز همین گونه میکنم. هست یک دولت صاحب استقلال مستقل فعالیت دارد، مردمش زندگی دارد، 1 میلیون و 2 میلیون اهالی هم ندارد. اهالیش هم به نهایت زیاد است. اهالیش هم نمیتوانم. باور کنید ایران هر کس میدوند. بسیار شوق‌آور است. برای همین خاطر شما رو 70 نشوید. قبول ندارم این گونه را. اگر شما صبر کنید یگان روز من بعدتر شاید در هفته می اومدگی حتما این جواب به این سوال اگر که هیچ کس که جواب نیافت یک دو مرتبه دیگر پیشنهاد میکنم. اگر که هیچ کس جواب نیافت من خودم حتما میگویم. اگر یادتون باشد ماده 93 کنستیتوسیا تاجیکستان رو نیز چند بار همون وکالت‌های پروکوروران رو گفتم. هیچ کس نیافت. بعدا خودم مجبور شدم گفتم جواب رو. این سوال رو نیز همین گونه میکنم. هست همین گونه دولتی که در آنجا الحال سال 109 است. یک کلندری که در حقیقت بودنی این داده و یا همش نیت شده رفتن
نه 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 آنها همین گونه در دولت آنها همین گونه رسما قبول شد رسما همین گونه قبول شد در دولت آنها و الحال آنها حساب کرده استادند و طبق معلومات رسمی خودشان در دولت آنها 109 سال است. در ما سال 2020 است، در آنها 109 سال. نه دولت هندوستان در هندوستان سال 2020 است. در هندوستان سال 2020 است. لیکن برای زنگ شما تشکر. جهانی سپاس که ما رو میشنوید، همراهی میکنید. اگر در کارم باشید، در خانه هم باشید، ما رو میشنوید. من به شما تمام خوشبختی و زندگی رو تمنا دارم. بگذار همیشه خوش و خوشبخت بمانید و همیشه با صدای رادیو موجر جواب رو حتما یک روز نه یک روز میگویم. سلامت باشید. خب عزیزان دل، وقتی جدا شده با برنامه الکی به انجام رسیده است. با همه شما روزگار خوش و با سعادت رو تمنا دارم. همیشه سربلند و موفق باشید عزیزان و همیشه با صدای رادیو موجر بمانید، چون که رادیو موجر پیوندگر قلب هاست. یک سرود رو میمونم، با همین خداحافظی میکنیم. چونون که می روی این سو نگاه کن، جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی. ما بیماره تویم وای ما بیماره تویم، دردم دوا کن جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی. آخ یار نارنجی رخسار نارنجی، خراب صحراها شدم ز دست نارنجی. گرفتار تو یا رنجیده این دل جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی. دل رنجیده رای دل رنجیده را از خود رضا کن، جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی. آخ یار نارنجی رخسار نارنجی، خراب صحراها شدم ز دست نارنجی. آخ دلم پی دلته جوم نارنجی، کجا منزلته جوم نارنجی. دلم پی دلته جوم نارنجی، کجا منزلته جوم نارنجی. جوم نارنجی جوم نارنجی 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 نارنجی. ماما میزن خودت گفتی به وقت گل میایی، جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی. گل عالم تموم ای گل عالم تموم شد کی میایی، جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار
شهر تو شدم ز دست نارنجی، آخ یار نارنجی رخسار نارنجی، خراب صحراها شدم ز دست نارنجی، بوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی، آخ یار نارنجی رخسار نارنجی، خراب صحراها شدم ز دست نارنجی. نوز میرا و سرسری قطر زده وای چوکب گیدری چادری خشروی سرش پرپری دخته به نوز میرا و سرسری خالی لبش واجی خوراسانه هشی برش مهرهی مرجانه رنگی لبش لالی بدخشانه داری سرش چادری خطلانه شکنم وای سراغم نکرد نظر بردیلی داغم نکرد شکنم وای سراغم نکرد نظر بردیلی داغم نکرد میوهی انگوری سیاه بختشی ناگه شبین تا با قدی دختشید غمزه با ما کرد و چوکب گیدری دخته با دام افتی دو آمختشید شکنم وای سراغم نکرد نظر بردیلی داغم نکرد شکنم وای سراغم نکرد نظر بردیلی داغم نکرد هزار میرم دیدن یار میرم یار مسرا